داخل این ویدیو میخوام شغل بکر رو معرفی کنم و با هم دیگه بریم تو دل این کسب و کار رو بررسیش کنیم. بهت قول میدم که تا الان به این شغل حتی فکرم نکردی. چرا؟ چون فوق العاده بکره و فوق العاده گمه و اصلا حتی فکرت نمیرسه که اصلا کسی اینا رو تولید میکنه، چجوری اینا تولید میشه و روندش چجوریه. این شغل تولید مارک پوشاکه، مارکای کوچیکی که روی هر لباسی، روی هر پیرنی میبینی که این پشت خورده یا این بغل خورده، روش نوشته ایکس لارج یا یه سری توضیحاتی داده و یا اسم برند اون تولیدی روش درج شده. پس تا آخر این ویدیو همراه هم باش که با هم دیگه بریم تو دل این شغل و ببینیم سودش چجوریه، طرح توجیهش چجوریه و چقدر سرمایه لازم داره. سلام رفقای عزیزم، امیررضا هزایر هستم، مخلص تک تکتون و با یک ویدیوی معرفی یه شغل جذاب دیگه در خدمتتونم. خب رفقا ببینید، برای اینکه بتونید تولید مارک پوشاک رو داشته باشید، امیدوارم که دیگه متوجه شده باشید دیگه. مارک پوشاک همون مارکای کوچیکیه که توی لباس ها قرار داره. همین الان لباسی که پوشیدی و پشتش رو ببینی میبینی که یه مارک داره، حالا یا اسم برند روش درج شده یا سایز روش خورده و یا یه سری توضیحاتیه مثلا که برای شستشو اینطوری بشوریدش و حالا مارکا رو که ببینید ذهنتون بازتر میشه. شما برای اینکه بتونی این مارک رو تولید کنی، اولش من اینم بگم این مشتری این کار فوق‌العاده زیاده و فوق‌العاده توی کشور کم تولیدی این کار. ببین من خودم تولید کنندم، مارکمو که میخوام سفارش بدم شاید در کل 4 تا تولید کننده مطرح کلا باشن تو کشور و اینا رو هم به سختی میتونی باشون ارتباط بگیری و بهشون میگه باشه مثلا برو یه 2 هفته دیگه برات آماده میکنم، برو یه 3 هفته دیگه بیا مارکاتو بگیر. یعنی انقدر تقاضا زیاده و کمبود این شغل داریم. چرا کمبود داریم؟ چون کسی بهش توجه نمیکنه. چون من خودم بهش میگم یه شغل غلطه، نه اینکه اشتباه باشه، یعنی غلطه، اصلا کسی نه بهش توجه میکنه نه حتی پولی که کسی بابتش پرداخت میکنه چون هزینه‌اش کمه کسی خیلی گیر نمیده مثلا به 1000 تومان، به 200-300 تومان تک تومنیش. متوجه؟ حالا وقتی بررسیش کنیم متوجه میشه در ادامه که من دقیق دارم در مورد چی صحبت میکنم. ببین ما میایم اینجا، ببینید کلا این طرح توجیهی رو بر مبنای یه مارکی در نظر میگیریم که ابعادش 1/5. یه پارچه رو در نظر بگیرید 1 متر مربع. چند تا داخلش جا میشه؟ 2000 تا مارک از توش در میاد. اینو توی ذهنتون نگه دارید، در ادامه باهاش خیلی کار داریم. خب شما برای اینکه بتونی یه تولیدی مارک داشته باشی میتونی از زیاد شروع کنی که من همیشه پیشنهاد نمیدم این داستانو. بله 3 میلیارد و 500 هزینه میکنی، یه دستگاه بزرگ رولی میخری، پارچه از این ور خیلی شیک و اتومات واردش میشه، از اون ور مارکا چاپ شده میاد بیرون و برش میخوره. این یه چیز کامل فول اتومات، تر و تمیز، باحال، خوشگل و ظرفیت بالا. ولی 3 میلیارد و 500 هزینه شه که من برای شروع کار پیشنهاد نمی کنم. من اینجا اومدم 3 میلیارد و 500 و فوق العاده هزینه‌شو کم کردم و یه روش جدید میخوام بهت بگم که کار اون 3 میلیارد رو انجام بده. یکم زحمتش زیادتره ولی بهش میارزه، ریسکش خیلی پایین تره. تو به جای اینکه 3 میلیارد و 500 بدی اینجا با حدود 100 میلیون میتونی این شغل رو شروع کنی. خب ببین دستگاهی که مارکو چاپ میکنه، ببین یه دستگاه، حالا داخل پستای اینستاگرام من پستشو گذاشته بودم که برای تیشرت بود اگه یادتون باشه. دستگاه میاد پایین، یه برچسبه، اینو میذاری روش، دستگاه میاد پایین، چاپ میزنه، باز میکنی، اوکی میکنی و مارکا چاپ شده روی پارچه. فوق العاده کیفیتش عالیه. یه دونه از اون دستگاه ها میخوای شما که الان به تاریخ امروز قیمتش 40 میلیونه. یه دونم دستگاه چاپ میخوای که این اختیاریه، میتونی بخری، میتونی برای اول کار نخری، یعنی ریسک اینم حتی، یعنی این 40 میلیون دوم هم حتی نخری. چجوریه؟ چاپاتو بدی اجرتی بیرون یکی برات چاپ کنه، بعدش بیای چاپاتو با این دستگاه مارک زنت بندازی رو پارچه. ولی هم میتونی راحت باشی خودت بخری و دیگه همونجا دستگاه چاپ کنه بده بیرون، شما اینور انجام بدی. حالا دیگه ببین 40 میلیون چیزی نیست، ولی کسایی که نمیخوان ریسک دوباره بکنن این 40 میلیون هم میتونن ندن، اختیاریه ولی راحت تری.
حالا ببین ابعاد پارچه‌ای که زیر این دستگاه اولیه میره 40/50، یعنی با این قیمت بزرگتر از این نمیتونی تهیه کنی. 40/50 پارچه میره زیرش قرار میگیره. حدوداً 400 تا مارک میتونی از این 40/50، یعنی با هر باری که شما چاپ میزنی 400 تا مارک بهت میده. این تا اینجای داستان اینو داشته باشید. حالا ببین عرفش اینه که شما بخوای جایی اصلا مارک سفارش بدی، به شما میگه آقا حداقل سفارش من 1000 عدده. مثل کارت ویزیت، شما کارت ویزیت هم که بخوای به کسی بدی چاپ کنه حداقل سفارش 1000 عدده. این از اینش، یعنی شما هر مشتری که میگیری حداقل 1000 تا باید بهت سفارش بده. قیمت هر مارک 2/5 1200 تومان در حال حاضر تو بازاره، تا 1800 تومان هم هست. این طرح توجیهی بدبینانه ترین حالت ممکنه. همیشه من طرح توجیهی هم بدبینانه است، چون طرف یه چی میگن امید و آرزویی تو ذهنش نبافه بعد بره جلو ببینه این که نشد. البته که شاید در ادامه همینم نشه، یعنی ببین قیمت ها دائم داره فرق میکنه، نه به توقع زیاد که این دیگه دقیق من برم تو کور دیگه باید مو به موش اینجوریش. نه، تولید کلا پر چالشه و آزمون و خطا، باید اینو بپذیری وارد تولید بشی. قیمت هر مارک در حال حاضر 1200 تومنه که ضرب در 2000 عدد، که اینجا گفتیم تو 1/1 2000 تا جا میشه دیگه، 2000 عدد میشه 2,400,000. اوکی، یعنی شما 2000 تا مارک برای یه نفر بزنی 2,400,000 ازش پول میگیری. میرسیم به قسمت جذاب این شغل، قسمت جذابی که واقعا گمه، یعنی به جرئت میگم هیچ کسی تا الان تو ایران این قضیه رو مطرح نکرده و خیلی الان از دست من ناراحت میشن، خیلی تولید کنندگان مارک پوشی از دست من ناراحت میشن، منو ببخشید ولی باید بگم. ببین رفیق، قیمت هر متر مربع پارچه‌ای که روش چاپ میخوره بین 300 تا 800,000 تومنه. اوکی، بین 300 تا 800,000 تومن یه متر پارچه است دیگه، چیز خاصی که نیست بگیم یه پارچه یه فلانه، یه پارچه است که بین 300 تا 800,000 تومن میفته قیمتش توی 1 متر مربع. گرفتی چی شد؟ حالا ببین شما توی 2000 عددی که اینجا چاپ میزنی از 2,400,000 با هزینه جوهر و حالا اون چاپ و اینا، یعنی همه اینا رو هم حساب کنی، تو 2000 تا مارکی که میزنی 1,500,000 حدودا سود خالصت میشه، هزینه در رفتش میشه. میبینی؟ به چی گفتم اول ویدیو؟ گفتم این کار غلطه، این کار گمه. چرا؟ چون طرف که داره میاد مارک بزنه یه تولیدی بزرگ داره، روزانه داره 1000 تا 2000 تا مثلا پیرن میدوزه میده بیرون، یه عالمه خیاط توی سوله نشستن، گیر نمیده به این که این 1200 تومن باشه یا یکی بهش بگه 1500 تومن، یکی بگه 1800 تومن. میگه آقا سریع به من بده، من محصولم مونده لنگ مثلا مارکی که روش بخوره بدم تو بازار، برا من نگو مثلا 1200 تومن بهت میدم 1600، تو زود بده 1800 بده به من. میبینی تولید کننده ها خیلی گیر نمیدن به این قضیه، به خاطر همین میگم گمه. خب حالا گفتیم رو 2000 عددش شما 1,500,000 سودت میشه. بدبینانه تر، یعنی شوخی تو این کار روزانه 6,000 عدد بزنی، یعنی واقعا 6,000 تا هیچه تو این کار. 6,000 تا اگه بزنی روزی 4,500,000 شما سود خالصت شده از این تولیدی. ضرب در 30 روز، یک ماه، 135 میلیون تومان. به همین آسونی. البته به همین آسونی میگم یه موقع سوء تفاهم نشه، اتفاقا خیلی هم سخته، تولید کلا سخته، باید دستت نرم باشه تو تولید، ولی ذهنت نذار پس بزنه. 135 میلیون ماهانه میتونی در بیاری از این شغل، بازم بستگی به زرنگی خودت داره. سرمایه در گردش چقدر میخواد آیه هزاره؟ ببین سرمایه در گردش شما پارچه است، حدودا 60 تومن اگه داشته باشی، حالا تیم ما بررسی کرده اینو، 60 تومن اگه داشته باشی اوکیه و میتونی این شغل رو شروع کنی. ما
پایین ترین هزینه های ممکن رو در نظر گرفتیم. مگر نه این شغل رو گفتم اول با 5 میلیارد هم میشه شروع کنی، با 3 میلیارد و نیم میشه شروع کنی، خیلی اوکی، شیک، تر و تمیز، بدون زحمت، همه چی داره خوش اتومات کار میکنه. ولی باید ریسکش هم بپذیری دیگه. من پیشنهادم اینه برای شروع کار. و ببین سرمایه آنچنانی نمیخواد، یه 40 تومن اینجا، یه 40 تومن اینجا که اونم اختیاری بود و یه دونه 60 میلیون هم اینجا. یعنی ببین شما اگه زرنگ باشی تو 2 ماه اول در آوردی پول هزینه‌ای که اولش کردی. چرا؟ چون تقاضای این شغل فوق‌العاده زیاده، یعنی خیلی تقاضاش زیاده. باید بیای تو دل تولید و تو بازار بفهمی که چقدر تقاضا داره این مارک. یعنی واقعا کسایی که دارن مارک تولید میکنن اصلا با تو حرف نمیزنن. یعنی اینو من دیدم دیگه، اصلا باهات صحبت نمیکنن. الو جانم چقدر میخوای؟ مثلا میگی 4000 تا. خب 4000 تا پولشو بزن، اوکی، یه ماه دیگه آماده میشه بیا بگیر. اینجوری اصلا یکم چیز کنی، نه ببخشید نمیتونم بزنم، خداحافظ، تق قطع میکنه. اینقدر سرشون شلوغه. میخوام عمق فاجعه رو بهتون بگم. حالا همین سیستم و این مارک چاپی بود. خب یه مارک داریم که گلدوزیه، یعنی شما با دستگاه گلدوزی هم میتونی مارک تولید کنی. یکم هزینهش بالاتره، سرمایه اولیه، یکم سخت‌تره. چرا میگم سخت‌تره؟ چون که این 40/50 بود، اون باز کوچیک‌تر از اینه، این سایزش کوچیک‌تر از اینه، یعنی یکم شاید زحمتت زیادتر بشه. دستگاه گلدوزی هم در حال حاضر توی ایران 140 میلیون قیمتشه، چیزای دیگهش فرقی نمیکنه، فقط قیمت دستگاهش فرق میکنه. و ببین هر کدوم طرفدارای خودشو داره. یه نفر میگه آقا من مارک گلدوزی فقط میزنم رو تولیدم، یه نفر میگه نه آقا من چاپی هم میزنم رو تولیدم. یکم هم قیمت فروشش فرق میکنه، گلدوزیه گرونتر از چاپی. حالا یه نکته جالبی هم که داره این شغل، یه مزیت خودش حساب میشه، اگه دوست داشتی هم میتونی مارک نزنی یا در کنار این که داری مارک میزنی برید روی تیشرت ها هم چاپ بزنی. همین عکسایی که رو تیشرت ها میبینید همه با این دستگاهه، میتونی چاپ بزنی. یا همین گلدوزی، ببین الان پیراهن من خودش گلدوزیه، این مارکی که میبینید اینجا با این دستگاه انجام شده. گلدوزی کامپیوتری، فلش میزنی، طرح میدی، خودش گلدوزی میکنه، این طرحو میندازه رو پیرنت. پس در کنارش میتونی این کارم انجام بدی. حالا روی کیف زنونم میتونی چاپ بزنی، میتونی گلدوزی بزنی، رو کیف پول میتونی این کارو انجام بدی، رو هر چیز پارچه‌ای، روی بالشت میتونی این کارو انجام بدی، رو پتو میتونی این کارو انجام بدی. البته رو پتو نه پتوهای پرزیا، یه چیز بعد مشخصه این چاپیه دیگه، یه چیزی که باید پارچهش صاف باشه دیگه. اگه پارچه مثلا پشمی باشه که خب چاپ نمیگیره به خودش. یعنی اینا دیگه حالا متوجه میشه. امیدوارم که اطلاعات لازم برای استارت این شغل بکر رو جذاب و تونسته باشم بهت منتقل کنم. هر سوالی داشتی هم داخل کانال تلگرام پشتیبانی میتونی پیام بدی، هم پیج من mr.شغل یا فارسی بنویس آقای شغل، داخل این اینستاگرام پیج منو میاره، یه لوگوی زرد داره. هر سوالی داشتی میتونی بپرسی، راهنماییت میکنم برای استارت شغل. ممنونم از همه حمایت هاتون، عشق به تک تکتون و تا بررسی یه شغل دیگه. خدا نگهدار.